سومین کاری که تأکید شده تلاوت قرآن. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه. خداوند از لوح محفوظ کامل به آسمان دنیا نازل کرده. مقابل این کعبه‌ای که در مکه هست، در هر طبقه آسمان یک کعبه‌ای برای طواف فرشتگان هست. بیت المعمور شنیدید؟ بیت العزا شنیدید؟ مقابل کعبه‌ای که در زمین هست، طواف مسلمین هست، مقابلش در آسمان ها خانه‌ای برای طواف فرشتگان هست. خداوند کتابش 30 جزء نازل کرد به آسمان دنیا و در طی 23 سال طبق حوادث و رخدادها نازل کرد. 13 سال زندگی مکی پیامبر صلی الله علیه وسلم و 10 سال زندگی مدنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه. و آغاز این نزول تدریجی در شب قدر در رمضان بود و جبرائیل هر سال در رمضان تا زمانی که پیامبر در حیات بود در رمضان نازل می شد، یک ختم کامل با پیامبر مرور می کرد. اما در رمضانی که دیگه پیامبر آخرین رمضانش در دنیا بود، در اون رمضان 2 تا ختم با پیامبر مرور کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند القرآن مأدبة الله علی الارض. قرآن سفره مهمانی خداوند است که در روی زمین گسترده شده. هر کسی در حلقه قرآن بنشینه مثل این که بر سفره مهمانی خداوند نشسته. میزبان الله، سفره مهمانی قرآن. مهمان توی بنده خدا، بنده مؤمن و مسلمان خدا سر این سفره مهمانی نشسته. الله اکبر. چه سفره عزیزی، چه سفره دوست داشتنی، چه میزبان بزرگواری و جلیل القدری. چقدر این میزبان جلیل القدر، چقدر الله رب العزت و الجلال بندگانشو اکرام بکنه فقط خودش میدونه. چقدر من و تو رو اکرام داره میکنه. هر برنامه‌ای که در قرآن آمده یک اکرامی است برای ما و شما. علما میگن هیچ آیه سرگردان ولگردی در قرآن وجود نداره که کاربرد علمی و عملی نداشته باشه. از این سفره غافل نشید، از این مأدبه خداوندی غافل نشید. حیفه که سفره خداوندی و مهمانی خداوند رد بکنیم بریم کنار مهمانی ابلیس، حلقه پاسور و ورق در ماه مبارک رمضان، خصوصا در شبهای پایانی رمضان که میلیونها دست به دعا گرفتن در حرمین و در جاهای دیگه، تو اینجا پاسور رو به هم بزنید. من همینطوری که در سفرهام خاطرات شیرین دارم، خاطرات تلخم دارم. یکی از این خاطرات تلخی که همیشه تو ذهنمه، در یکی از سالهایی که خدا توفیق داده بود و منت گذاشته بود در شهر پیامبرش اقامت داشته باشیم، وقتی حجاج از منطقه می آمدن خیلی خوشحال بودیم. می رفتیم که اکرامشون بکنیم، همراهی بکنیم، راهنمایی بکنیم. تا یکی از شبها رفتم بعد از نماز خونه یکی از حجاجی که از روستاهای اطراف بندرعباس آمده بود، میشناختمشون. پیر بود، سال خورده بود، بالای 70 سال بود. نشسته بودیم درباره مدینه و شهر پیامبر و صحابه و اینا صحبت میکردیم. یک دفعه دیدم که تنباکو از کنار ساکش مشخص شد، آشکار شد. 2-3 برگ تنباکو. جا خوردم، گفتم پدر جان این تنباکو چیه؟ گفت شرمنده، ببخشید. چرا شرمنده من باشید؟ یعنی تو بعد از 70 سال خدا به توفیق داده که در سفر حج
و زیارت شهر پیامبر شرکت بکنید. تنباکو با خودت آوردید که اونجا تنباکویی که باب دلت باشه نیست که قلیون بکشید. یعنی نماز تو حرام میخونید، بعد میری هتل قلیون تو چاق میکنید. تو معنی لبیک میفهمید وقتی که احرام پوشیدید؟ وقتی کفن پوشیدید معنی لبیک گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. تو فردای قیامت جواب پیامبر چه دارید؟ که بعد از یک عمری تو سن 70 سالگی خدا حجشو نصیبت کرد، زیارت شهر پیامبر نصیبت کرد، تنباکو بردی تو شهر پیامبر. بعضی بازی سنگ پاسور با خودشون بردن تو سفر حج، میرن تو مسجد الحرام نماز میخورن، حوصلمون سر رفت بریم هتل بازی سنگ بکنیم، بازی برق بکنیم. همین حالت ما داریم همسایه مساجد تو محلات و روستاهامون. یه عده شب دارن گریه میکنن، تو قیام ایستادن، دعا میکنن، تلاوت قرآن میکنن. همسایه بغلی سفره پاسور انداخته، ورق نشستن شب نشینید تا نصف شب، سیگار بکش و پاسور ورق بازی بکنه. تو نماز عید هم به نفر لباسشو پوشیده صف اول ایستاده. و چطوری بیا آقا تبریک میخوای بگی؟ این عید عبادته. عید حج هم عید حج عبادته. انتظار تبریک و روبوسی هم داره. القرآن و معدوبة الله علی الارض. پیامبر صلی الله علیه و سلم به امتش میگه روز قیامت خداوند به قاریان قرآن میگه در دنیا همونطوری که در دنیا صداتو زیبا میکردی، قرائت تو شمرده میخونید، امروز منزل تو در آخرت در بهشت نزد آخرین آیه است که در دنیا تلاوت کردی. نفس تو صداتو طولانی بکن و بلند. هر جایی که آخرین آیه در دنیا تلاوت کردی همجا منزل توست. اجازه بدید تا قرآن نفوذ بکنه در اعماق ما. اجازه به قرآن کلام رب العالمین بدید تا کارشو انجام بده با دلهای شما، با افکار شما، با روح و روانتون. این آب حیاته. این رگهای خشکیده معنوی شما رو دوباره خیز میکنه. دعای باران دو تاست. دو تا آب تو باران ما میطلبیم تو دعای استسقا. اللهم اغث بلادنا بالامطار و اغث قلوبنا بالایمان. خدایا سرزمین ما را به دادش برس، به فریادش برس با امطار و باران و دلهای خشکیده ما را سیراب بکن با ایمان و قرآن. قرآن آب حیاته، مایه حیاته. اما عنوان چهارم انفاق یکی از توصیه های قرآنه. اجماعاً یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید. چقدر زیباست این جمع خدایی دوست داشتنی معنوی. پدران و ریشسفیدان نشستن، جواناشون نشستن. چه نعمتی است اگر ما برای هر کدوم از این جوانای خوبمون که در راه خدا میبینیم سجده صبح بکنیم، باور کن به نماز فرض نمیرسه آدم. کجاست شیخ زاهی رحمت الله علیه که ببینه بذرهایی که خودش پاشونده با خونش آبیاری کرده امروز ثمر داده. خدا رحمتش بکنه و بهشت فردوس نصیبش بکنه. همه علمای مخلص و ربانی ما و اونهایی که در حیاتن خدا حفظشون بکنه و کید و مکر و حسادت
دشمنان و زهرآلود به سینه های خودشون بر بگردونه. هر کسی که قصد سویی به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به علما و به خدمتگزاران و مربیان و مصلحان داره، خداوند مکر و نیرنگشون را چون خنجری زهرآلود به سینه های خودشون بر بگردونه. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا من بین ایدیهم سالمین. انفاق یک واژه دوست داشتنی، یک واژه ارزشی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بهترین صدقه در رمضان هست. بهترین صدقه در رمضان. ما جهاد 5 تا جهاد داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. پس جهاد مالی هم داریم. یه عده‌ای از مسلمان‌ها که شمه اقتصادی دارن و تجارت دارن و بازرگانی باید برن تو تجارت، کارخانه به سب برسونن، شرکت به سب برسونن، مجتمعات تجاری، کارخانه تولیدی، شرکت‌های تولیدی، صنعت. من تقاضا میکنم از جوانایی که تو تجارت و اقتصاد و صنعت و تولید علاقه دارن و استعداد دارن برن نمایشگاه‌های دنیا رو ببینن. 10 نفر 15 نفر با هم برن نمایشگاه‌های بین المللی که در کشورهای دیگه برگزار میشه، در زمینه‌های مختلف، تخصصات مختلف برن ببینن، الگو برداری بکنن. این هم یک جهاد است. انجمن‌های خیریه راه اندازی بکنید، صندوق‌های زکات راه اندازی بکنید، زکات هدایت بشه، فطریه ها هدایت بشه، خیر هدایت بشه در جامعه. خیر کردن مطلوب هست، از اون مطلوبتر به هدف خوردن خیر هست. یه وقت آدم 1 میلیارد یک جایی هزینه میکنه ولی 10 میلیون بیشتر برداشت نمیکنه. یه وقتی 50 میلیون هزینه میکنید 500 میلیون برداشت میکنید. این مهمه. بدون مشورت با بزرگان، با اونهایی که اهل نظرن، بیاید نظام نیازهای جامعه خودتون را دسته‌بندی بکنید، اولویت بندی بکنید. اولین چیزی که باید تو روستای توریان انجام بشه اینه، با این کیفیت. دوم اینه، با این کیفیت. سوم اینه، با این کیفیت. اگر این کار بکنید موفق خواهید شد. پس انفاق تأکید شده، خصوصا چه؟ بر انفاقی که واجب نیست. میگم زکات دادن واجبه. اگه مسلمون زکات بده هنر نکرده. تو 100 میلیون تومان 2 میلیون و 500 زکات بده هنر نکرده. یه چیز اجباریه. ولی اگر سالانه غیر از زکات اجباری، غیر از صدقه اجباری شروع بکنه از امسال 0.5% سود خالصش، بعد از اینکه زکاتش خارج کرد سود خالصش انفاق بکنه. باور بکنید اگه امسال 0.5% غیر از زکات سود خالصش خارج کرد، سال دیگه 2% خارج میکنه. ما دوستانی داریم که بهشون پیشنهاد شد، تاجر قدیمن تو دبی، تو منطقه. اول زور میزد، اول براشون سخت بود، میگه ما زکات مالمون میدیم، دیگه از سود خالص وقتی زکات خارج کردیم دیگه سخته. ولی با 0.5% 1% شروع کردم. بعد از 5-6 سال نشسته بودیم دور هم، گفتم پدرجان چطور؟ گفت شیخ الحمدلله زکاتم که خارج میکنم الان خیرهای سود خالص هم به 40% رسیده. 40% از 0.5% یا 1% شروع کرد به 40% رسیده. ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه کم نشد. خداوند در آیه 159 سوره انعام می‌فرمایند من جاء بالحسنة فله 10 امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون.
هر کار خوبی 1 به 10، هر کار بدی 1 به 1. قسمت اول فضل خداست. تو یک کار خوب انجام دادی، خدا 9 تا بهت هدیه داده. باید 1 به 1 بود. یک کار خوب 1 حسنه. 1 حسنه مال یک کار خوبته. 9 تا حسنه دیگه فضل خداست، هدیه خداست که تو تشویق بشی، انگیزت جذب تقویت بشه، کارهای خیرت افزایش پیدا بکنه. یعنی اگر کسی 1000 تا کار خیر انجام داده چند تا حسنه داره؟ 10,000 تا حسنه. 10,000 تا کار خیر 100,000 حسنه. اما تو کار سیئه و بد 1 به 1. اگه یکی انجام دادی خدا 10 تا نمی نویسه. تو دومی با عدلش با ما تعامل کرده، تو اولی با فضلش. علما میگن چقدر انسان بدبخت باشه که 1 10 تا رو شکست بده. یعنی یک کار بد که یکی نوشته میشه اونقدر کار بدت زیاد باشه که حسناتی که 1 به 10، یعنی 10,000 تا گناه 100,000 تا ثوابتو نابود بکنه. از آن خیلی مواظب باشید. بعضی حسنات 1 به 10 نیست، 1 به 200، 1 به 300، 1 به 500، 1 به 700. تنها چیزی که 1 به 700 فقط انفاقه. نماز اگر با جماعت بخونی 1 به 27. اگه یک بار بگی الحمدلله 10 تا حسنه. یک حرف قرآن 10 تا حسنه. الف لام میم 30 تا حسنه. تنها چیزی که تو قرآن 1 به 700 مطرح شده فقط انفاق. سبحان الله. انسان عاقل 1 به 700 رها میکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من دیگه زیاد مصدق نمیشم، همین آیه رو مختصرا شرح میدم. از حوصله همتون هم تشکر میکنم. ساعت چنده؟ 2 3. گشنه که نیستید؟ امروز ما هم خشکه هستیم. خشکه میدونی چیه؟ یعنی دیگه مهمان کسی نیستیم که دیگه حالا تو دستبا بیفته و گوسفندی و ماهی و میگوی و چیزی درست بکنه. خشکه دیگه. ها دیگه ما هم راضی هستیم، نخورده نیستیم. البته ما همیشه محبت‌های شما و عاطفه‌های زیباتون رو مدیونش هستیم. هر چی ما داریم اول از فضل خدا و لطف خداست، دوم از دعای خیر شما مؤمنینه که هیچ رابطه مادی و دنیوی من با شما ندارم. و این میتونه دستگیری خوبی بین ما و شما باشه، برای ما و شما باشه. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. رابطه اونو خالص بکنید. و همیشه از مهمان نوازی شما و محبت های شما ما تشکر میکنیم و خیلی خاطرات زیبا و خوب و دوست داشتنی و ماندگار از شما ما بیادگار گرفتیم. امیدوارم که این دوستی روز به روز به خاطر خدا تقویت بشه و برکتش انشاءالله در زندگی آتیمون در دنیا و آخرت لمسش بکنیم و ببینیمش. دیگید آمین. و خداوند همه ما و شما و فرزندانمون و خانوادهمون و همه کسانی که دوستشون داریم در همه امور و شؤون روسفید و خاتمه به خیر بکنه. پس 1 به 700. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل فی كل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. تا یک مرحله خداوند با عدد و ارقام با بندگانش تعامل میکنه. وقتی که دوستی تو با خدا از اون مرحله گذشت دیگه با عدد و ارقام با تو تعامل نمیکنه. دیگه تو از مقربین میشید، دیگه تو وصل میشید به خزانه خداوندی. ابتدای آیه گفته مثل الذین، یه مثال تقریبی زده، مثال حسی که تو بفهمید. 1 درهم تو تشبیه کرده به 1 دانه گندم که مثل حبه، 1 دانه وقتی میکاری تو زمین انبتت 7 سنابل، 7 تا سنبل میزنه.
7 جوانه میزنه. فی کل سنبلة 100 حبه، در هر خوشه 100 تا دانه است. یک دانه کاشتید 7 تا خوشه برداشت کردید، هر خوشه 100 تا دانه گندم، میشه 700 تا. تا اینجا تعامل با عدد و ارقامه. ولی وقتی که تو به خدا اونقدر نزدیک شدی که جز بندگان مقرب و دوست داشتنی خدا شدید، دیگه قسمت دوم آیه میاد میگه والله یضاعف لمن یشاء. دیگه تو بعضی مراحل زندگی دیگه چه وقتی دوستی تو ثابت کردین، دیگه با عدد و ارقام با تو برخورد نمیکنه، تعامل نمیکنه، تو رو وصل میکنه به خزانه خودش. یکی از کسانی که به خزانه الله وصل شدن با عدد و ارقام باشون تعامل نکرد عثمان ذوالنورین بود رضی الله عنه، ابوبکر صدیق بود رضی الله عنه و عبدالرحمن ابن عوف بود رضی الله عنه. داستان عبدالرحمن ابن عوف واقعا شنیدنی است. وقتی که از مکه هجرت کرد، کل زندگیشو گذاشت هجرت کرد به یثرب، به مدینه. نه خانه‌ای داشت، نه سرپناهی داشت، نه چیزی برای خوردن داشت. پیامبر عبدالرحمن رو معرفی کرد به یکی از انصار اهل مدینه، گفت این برادر توست، هر چی داری باش تقسیم کن. اون انصاری به مهاجر، به برادر مهاجرش عبدالرحمن ابن عوف گفت که برادرم من 2 تا خانه دارم، هر کدوم تو میخوای مال تو باشه. عبدالرحمن براش دعا کرد بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق، خدا برکت تو خونت بندازه، راه بازار نشونه من بده. حضرت عمر اگر میدید رضی الله عنه در غیر وقت نماز یا حلقه تفسیر یا علم در مسجد کسی نشسته بیکار همینجور تسبیح گرفته ذکر داره میکنه، شلاق میزد زور کمرش، گفت نماز تمام شده برو کار کن، برو کشاورزی کن، برو صنعت، برو برای توسعه و عمران آبادی تلاش بکن، برو حرفه یاد بگیر. در غیر وقت نماز یه نفر بنشینه تو مسجد 5-6 ساعت تسبیح دستش بگیره که من دارم ذکر میکنم، برو کار کن، دین ما دین کاره. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یثرب هجرت کرد، یثرب شد مدینه منوره. 3 قبیله یهود بزرگ یهود اینجا زندگی میکردن در یثرب، بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، و 2 قبیله بزرگ عرب اوس و خزرج با هم دیگه جنگ داشتن بین خودشون. صنعت، تجارت، کشاورزی، اقتصاد دست یهود بود. هم کشاورزی، باغ‌های بزرگ دستشون بود و هم صنعت دستشون بود و هم اقتصاد و بازار. پیامبر با اونا درگیر نشد صلی الله علیه وسلم. به صحابه گفت یکی بعد از دیگری برید تو بازار، شما هم چی برید حرفه یاد بگیرید، برید تجارت بکنید، برید داد و ستد کنید. به مرور زمان بازار مدینه که دست و اقتصاد مدینه و کشاورزی و صنعت که دست یهود بود، توسط عشره مبشره، توسط 4 تا از عشره مبشره به بهشت اونجا مدیریت میشد. ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف که 3 تاشون بارزتر از همن. ابوبکر تاجر بود، در مکه تاجر بود. عثمان ذوالنورین جیش الاسره رو به تنهایی تجهیز کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد بعد از این انفاق هیچ چیزی به عمر ضربه نمیرسونه، به عثمان ضرر نمیرسونه. کارهای بزرگی انجام داد. گفت من 2 تا بستان دارم، 2 تا باغ دارم عبدالرحمن، هر کدوم تو میپسندی مال تو. گفت بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق، خدا برکت در بستان تو، باغ تو بده، راه بازار نشونه من بده کجاست، من برم داد و ستد بکنم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عفت نفس عبدالرحمن رو شنید که مهاجر با پای برهنه و دست خالی آمده هجرت کرده به خاطر خدا و رسول خدا، اینقدر عفت نفس و عزت نفس داره که راه بازار نشونه من بده، تنبلی نمیخواد، مفخوری نمیخواد، دعای برکت در رزق و روزی و عمر عبدالرحمن کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. به جایی رسید که عبدالرحمن میگه که دیگه نمیتونست شتراشو بشماره، گوسفنداشو بشماره، نمیتونست درهم و دینارشو بشماره.
به جایی رسید که از برکت دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت اگر پام به سنگی برخورد میکرد که سنگ جا به جا میشد، انتظار داشتم که زیر اون سنگ یک گنجی برای من باشه. سبحان الله. ولی وقتی به این مال رسید، مال تو قلبش قرار نداد که اینطوری نگه بداره، دستشو اینطوری کرد. ایام سپری شد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به رحمت خدا رفت. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از حیات نورانی و مبارکش، یک روزی 700 تا شتر قافله، شهر مدینه در قحطی بود، تنگنا بود، مواد غذایی کم بود، مردم نیازمند بودند، مشکل داشتند. در همین اثنا، در تنگنایی شدید، اهل مدینه و اطراف مدینه قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوف، سبحان الله، 700 تا شتر قطار از شام می آمد. تمام مایحتاج شهر مدینه و اطراف مدینه بار بود، حمل بود. ام المؤمنین عایشه دید که گردبادی، طوفانی اطراف مدینه بلند شده. جوانی رو طلبید، گفت پسرم برو اطراف مدینه نگاه کن، این گردباد مال چیه؟ این طوفان، این گرد و غبار مال چیه؟ نه که طوفانی داره میاد. دوید رفت، وقتی برگشت گفت یا اما، ای مادر، این گردباد نیست، طوفان هم نیست، این گرد و خاکی که برپا شده قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوفه. تمام آذوقه ها و مایحتاج و نیازهای شهر مدینه و اطراف مدینه بار حمله داره میاد. این گرد و خاک ها مال قافله 700 شتری عبدالرحمن ابن عوفه. کسی که وقتی وارد مدینه شد، هجرت کرد، با لباس تنش بود، نان خوردن نداشت و عفت نفس و عزت نفس داشت، رفت تو تجارت. الان یک قلم قافله تجاریش 700 تا شتر در اون زمان. گفت پسرم برو عبدالرحمن رو از زیر زمین، زیر سنگ پیدا کن بیارش، اینجا کارش دارم. عبدالرحمن بره قافلهش رو تحویل بگیره یا بره حرف مادرش رو گوش بده؟ اگه من و شما بودیم کدوم یکی رو؟ کل دلالا و تجار مدینه و سمسارا همه رفتن بیرون، هر کسی 50 تا شتر گرفته، این مال من، جدا کرده از شترها، از قافله. عبدالرحمن رو پیدا کرد، گفت برو که مادر تو رو طلبیده. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها قافله رو 700 تا شتر رو تجار رو ول کرد. دوید رفت پیش ام المؤمنین عایشه، گفت لبیک یا امه، لبیک ای مادر. ام المؤمنینه، همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفت کاری داشتی مادرم؟ گفت بله عبدالرحمن، این قافله مال توست، این قافله ای که طوفان برپا کرده. سرش انداخت پایین، گفت مال خداست، در دست منه، در اختیار منه فعلا، مال خداست، دست منه. گفت عبدالرحمن، زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حیات بود چیزی درباره تو فرمودن، من تو حافظم هنوز هست، مثلی که الان نقش بسته، مثل این که یک سرباز معمولی جلو ارشدش ایستاده، سیخ آماده باش. گفت چی درباره من شنیدید از رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ گفت بگو مادر که طاقتم سر آمد. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبوا. گفت مادر خودت شنیدی از دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ گفت بله. عبدالرحمن زد زیر گریه. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن عبدالرحمن ابن عوف روز قیامت، روز محشر، وارد بهشت میشه در حالی که 4 دست و پاست، سینه خیز داره میره، مثل نوزادی یا بچه های کوچیکی که یه چند ماه که ازشون گذشت شتاری با 2 تا دستشون، 2 تا زانوشون و پاشون، سر پاشون سینه خیز راه میرن. عبدالرحمن گریه کرد. گفت مادر خودت شنیدی؟ گفت بله شنیدم. یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبوا.
گفت مادر تو همینجا 20 من برمیگردم. مثل دیوانه ها میدوید به طرف قافله بیرون از مدینه و همینجور که میدوید فریاد میزد عبدالرحمن باید دوان دوان رو پاهاش بدوه وارد بهشت بشه، نه سینه خیز. و من اجازه نمیدم که این قافله 700 تا شتری مانع دویدن من به سوی بهشت باشه. رفت که تجار همه زمام شترها رو گرفتن مال من. گفتن عبدالرحمن کجایید؟ کجا رفته بودید؟ 1 تومن 1 درهم 10 درهم سود برای تو مال ما باشه. گفت بیشتر به من دادن. گفتن 1 درهم 20 درهم 1 درهم 30 درهم 1 درهم 50 درهم. گفتن بیشتر به من سود دادن و ربح دادن. به جای رسیدن تا 1 درهم به 200 درهم. و عبدالرحمن میگفت بیشتر به من سود دادن. تجار تعجب کردن، در مدینه تاجر غیر از ما نیست. انصاف هم چیز خوبیه ای عبدالرحمن. 1 درهم 200 درهم کدوم تاجری به تو سود داده؟ گفت اگر بیشتر میدی مال شما، اگر نمیدی بیشتر به من دادن. گفتن حد ما دیگه همینه، 1 درهم 200 درهم. عبدالرحمن خدا رو گواه گرفت و همه تجار رو گواه گرفت. گفت همه گواه باشید که من با الله معامله کردم و تجارت کردم. 1 تومن 700 تومن والله یضاعف لمن یشاء. کل 700 تا شتر رو همونجا گذاشت و در یک مهرجان بزرگی و عید بزرگی و جشن بزرگی کل 700 تا شتر چه بین فقرا و نیازمندان و اهل مدینه تقسیم کرد. زمام شترش هم به خانه نبرد و میگفت من میخوام دوان دوان وارد بهشت بشم.